السلام علیکم بیننده های عزیزی ما. من امروز نیز با همراهی برنامه تاجیکانه همراه شما دیده و دیده رسیده ایستادیم. امروز که گفتنی های ما را رد نکرده باز در خانواده مراد قلمک ما امروز مهمان هستیم. امروز بیننده های عزیز ما طرز تیار کردن جیغلک هم در تنور هم در دخافکه پیشکش شما میکنیم. چخیلی که بعد از ترقی یافتن تکنولوژی ها تنورهای الکترونی پیدا شده است، در آن جایها نیز تیار کردنتان ممکن. عبدالله شنویسیمی فهمیسیمی بوی یک نانی گرمی آچگی می آید و فکرم نانهای کلان مانسین، نانهای با مزه مانسین. کنی رفتیم بیا عبدالله ویدیو گیران اینجا زیر سلام کنیم مقطع. السلام علیکم مراد قلمک، نظم شما سلامتی، نظم کاران نظم. السلام علیکم اما جان، مانده های کار. من بیننده های عزیز ما خود ما برای جیغلک آمدگی بودیم. اما جان عزیزی ما برای ما نانهای کلان تیار کرده مانده نباشد. مرحمت نانها را کنید که تگش نسوزد. مرحمت. من بیننده های عزیزی ما در خانواده چخلی که در بالا قید کردیم در خانواده مراد قلمک فضیلت عمه امروز مهمان هستیم. بار دیگر خاله جان عزیز، مادر مهربان، امروز بانویی که 550 سال پر از هنر است، طرز تیار کردن جیغلک را، طرز تیار کردن آن نانی علفینه که در دهه کوهستانی نیز شهر سمرقند تیار می شود. البته بعد از دیدن شما باها می دهید، بعد از دیدن شما می گویید که در کجاها این طعام ملی را تیار می کنند. امروز ما طرز تیار کردن جیغلک را برای شما پیشکش می کنیم. برای این در کار می شود در کوهستانی ها می سبزیدگی با نام سچک می گویند. در هر کجا هر خیلی نام دارد. در لهجه دهاتی ما سچک می گویند و البته پیاز، آرد و زیروارها تیار کرده. طرز تیار کردن این طعام البته در تنور که در زمان قدیم که تاریخ بسیار هم کهنسال دارد، در زمان قدیم در تنور تیار کرده می شده است. حاضر که تکنولوژی و ترقیات ها زیاد شده ایستاده است، در دخافکه ها نیز تیار کردنش ممکن است. البته عزیزان شخصا برای شمایان امروز ما طرز تیار کردن هم تنوری را هم دخافکگی را پیشکش شما میکنیم. شما 10,000 طعام را تیار کرده تناول کردنتان ممکن است. فقط از همین دیدن هایتان استفاده برید، ما از آن خرسند میشویم. بینندگان گرامی، امروز ما همراهی استودیوی شهنان برای شمایان تیار نمودن طعام ملی که هزار ساله ها باز مادر کلان های ما، بوی های ما، مادران ما تیار میکردن پیشکش شما میگردانیم. برای تیار نمودن جیغلک باید از سچک، پیاز، روغن زرد، زیره، مرچ، نمک، آرد استفاده برید. البته حاضر طرز تیار کردن و شوریدن این علف ها، این سبزوات ها را پیشکش شما کرده ایستادیم. در اینجا مادر مهربان اما جان عزیزی ما طرز تیار کردن را پیشکش شما میکنند و البته هر آن زیرواری که شما می اندازید و طعم و برای با لذت گردیدن آن طعام حصه خود را دارد. این طعام جدا هم نانی در بعض جایها این را نانی علفی میگویند. این برای سلامتی انسان جدا هم مفید است. این برای شمالخوری معده، شمالخوری سرخروده جدا هم فایده کلان دارد. برای آنکه این شفا بخش و با مزه شود، فقط با آب خود سچک باید خمیر تیار کرد. یگان خیل دیگر آب انداختن در کار نیست. البته حاضر میبینیم که گواهی آن شده ایستادیم. در اینجا
چچک را ریزه کردم، پیاز را ریزه کردم، درون آن روغن البته زیروارها را انداختم و البته آرد را هم جویه کرده شوریده ایستادند که یگان خیل آبی زیادتی، آبی گرم یا آبی خنک، یگان نمودی آب نیست. البته از طرز تیار شدنش را ما به شما نشان میدهیم. مانند هر روزه خاطر رسان میکنیم که اگر امکانش میبود خدا کند که ترقیات ها، تکنولوژی ها از این هم ترقی یافته، همین طعام های تیار کرده را نیز پیشکش شما کنیم. بعد از تیار شدن خمیر علفی ما آن را همچون زواله میکنیم و ما کم ترکک آرد لازم می شود برای آنکه او به متا یا به تگی آب جدا میکند. این بعدی که نمک زدیم آب جدا میکند. من همین طرز تیار میکنیم. اگر در تفدان الکتریکی پزه من انمی خیل حالت با در 180 درجه گرمی میپزه. مناظر بیننده های عزیزی ما گواهی آن شدید که ما همین نان های علفی را جغلک را به تنور چسباندیم. البته بعد از
چند دقیقه معین 25 دقیقه معین نیز کنده پیشکش شما میکنیم. مانا بیننده های عزیز، آن 25 دقیقه که گفتیم گذشت. حاضر اما جان عزیزی ما برای ما آن جغلک تنوری را که تیار شد کنده نشان میدهند. بوی با لذتیش دماغ ما را قطق میکند. انا این باز یک طعام ملی ما باز یک تایش را پیشکش میکنند. مرحمت، جغلک تنوری ما پیشکش شما عزیزان. تناول اشتهاهای خوش میگوییم. مانا بیننده ها دوستانی عزیز، از ما بین 40-45 دقیقه وقت گذشت. ما از دخوفکه پیچکه گرفتیم جغلک تنوری، جغلک دخوفکگی را پیشکش شما کرده استادیم. البته این طعم و این با لذتی و این بوی زیبا را ما اگر امکان میبود پیشکش شما میکردیم. اینک این جغلک پیشکش شما کرده شدیم. معلومات مختصر نیست برای شما آماده کردیم. اگر تکلیف شود اگر با ما مراجعت کنید، ما یک قطره پیشکش شما میکنیم. صحتمند باشن. این بود شوخی ما. رحمت برای خانواده مراد قلمک. رحمت. مانا عزیزان، نانهای کلانی به لفظ تاجیکانه گویم آچگی، نانهای با لذت شیری. البته جغلک خودش نامش از آن که ریخته می استد، هم تو تیت شده می استد. این مادر مهربان که 5 پنجهشان هنرش خیلی یک نام بر این زیبا و خیلی که هم به چشم هم به طعم زیبا و دسترخوان باب است. اشتهاهای خوش میگویم بار دیگر. خیر رحمت شما ما برای مهمانداری سلامت باشید. البته بیننده های عزیزی ما امروز یک لحظه های خرسندی را، یک لحظه های طعام های ملی کوهستان را پیشکش شما کردیم. این است برای ما هدیه کردن جغلک. این است نانی آچگی، نانی مادری که درونش پر از شیر، هر آن یک پر از خوردنی وار است. بیننده های عزیزی ما، شما در کدام روی دنیا که هستید ما را میبینید، البته در آن جایها یگان انعنه، یک طعام ملی باشد که در آن جای تیار می شود و ما مراجعت کنید. نامبر های ما همیشه در هر کجایی که هست نامبر ما پیدا می شود و ما با علاقه برای دو ما را به آن جای زیست و جای زندگانی خود تکلیف کنید. البته همراهی جماعی شهنان، همراهی جماعی تاجیکانه ما در آنجا مهمان شده. مانند این خیل صنعت اثری گویم می ارزده، مانند این خیل یک طعام های ملی با لذت را پیشکش شما میکنیم. رحمت برای شمایان. سلامت باشند.